هرچند ملا صاحب میگفته هیچ وقت درد اولاد فراموش نمیشه. فقط تو موندی سیفزا خواهر. نفهمیدم. از کسایی که ملا صاحب دوست داره فقط تو موندی. تو رو چیز نشه. ملا علی باز زیاد قار میشه خواه؟ ای که علی مرا دوست داره ای گپ دیگه از کجا پیدا شد؟ نیک ندید این طرف شما چه قسم سیل میکرد؟ در بین چشمایش چراغ میسوزه. والا بیبی من دیدم یک دفعه سعی بیبی باز تو هم دیدم میتونی. خدا داد. اما ما خو یک جایی بوده نمیتونیم. چرا؟ اما تو هم خود ملا صاحب دوست داری. فقط خود دوست داشتن که پایت نمیکنه. علی نیست؟ نیست دویگو خواهر. خدا داد چند دقیقه آمده میتونی گپ بزنیم؟ درست از دویگو خواهر. خدا داد. آدرس جای کار آقا پیلوت میفهمی؟ میفهمم خواهر جان. چی میشه مرا اونجا ببر؟ البته میبرم، چرا نی؟ درست است. چند دقیقه بعد ما پس میایم خواه؟ خدا داد. کجا میری؟ موتر پیش دواخانه است. خانم ازگی من فعلا همراه شما آمده نمیتونم، به یک جای دیگه باید برم. اگر میخواین کت ما بیاین برین با هم یک جایی باشیم. آی با همه چی دیگه؟ درست است. ما هم خمیره میگم جدا نشیم. آی خدا داد. خدا داد. حالا دیگه؟ خانم ازگی حال ما باید به جای کار آقا پیلوت بریم. شما هم اینجا منتظر ما باشین سایس؟ پیش آقا پیلوت میرید؟ بله. ما میرم. تو کجا میری؟ پیش آقا پیلوت. امکان داره با هم یک جای پرواز کنیم خواهر. زیاد بلند پروازی نکو جانم، پایین شدن باز برات سخت میشه. حالا خدا داد بریم دیگه. دویگو خواهر ازگی هم بره خیرست چی میشه؟ چطور شد دویگار؟ کدام خبری هست؟ همراه کاکایت گپ زدی؟ گپ زدم خب. اخو اویگار چی گفت؟ بیبی ویدت بیادر. بهترین کار امی است که تو پشت ای کار ایلا کنی. ای تو چی میگی اویگار؟ بیادرم را اختطاف کردن. چرا ایلا کنم؟ ما به خاطر خوبی خودت میگم. اگر نه به خاطر اختطافی پیلوت من بسیار جگرخون هستم. توی کار جگرخون شدنه و کار پیدا کردن پیلوت با من بان. ای که چی را میفهمی او را بگو.
بسیار خوب. او کسی که در عکس است آقا کورت است. گفتی آقا کورت؟ او کی است؟ چی میخواهد چی کار میکنه؟ کسی که در پشت ملا علی استاده است امو آدم است. هرچند کاکایم گفت آقا کورت همراه پیلوت هیچ کاری داشته نمیتونه، اما اگر علی ازش خواهش کرده باشه باز ای کارم میکنه. بیبی ویدت بیادر، ای آقا کورت زیاد آدم با قدرت است. هیچ کس جای و آدرس او را نمیفهمه و ایران نمیفهمه که او از کجا است. به نظر ما اگر میخوایی سر نخ پیدا کنی باز علی را سر گپ بیار ویدت. اگر گپ هم نزنه باز به آقا کورت یک پیام روان میکنی. چه قسم یک پیام روان میکنی؟ او دیگه بسیار آسان است. فقط با می کار میتونی مغزش باد کنی. ای قسم بل تسلیمی پیلوت با آقا کورت بسیار زیاد سنگین خود تمام شد ویدت. بیازو سالا پالیدن بیادر گم شدهش و دیدن جسد او به علی یک درد بسیار بزرگ و غیر قابل تحمل است. شاید که امی مرمی تمام دردای علی را خاتمه ببخشه. خب ای کارا را تو البته از ما بهتر میفهمی. ای از طرف ما یک نصیحت بیادرانه بود. اکرم، نفرا را جمع کن. ودت ما سر و ایگار بیش از حد اعتماد نمی کنیم. تو را غرض نیست. کاری را که گفتم بکن. روز بخیر. روزتان بخیر، بفرمایید. میخوایم درباره جسد یک بچه جوانی که در سردخانه شفاخانه بود بعضی چیزا را بفهمم. البته چرا نه، همیاله. بسیار متاسف هستم نمبر را که گفتین تا حال ثبت نشده. چطور تا حال ثبت نشده؟ فکر میکنم در وقت ذخیره کردن مواد ثبت شده پاک شده. ببخشید کمکتان کرده نمیتونم. اما آقای محترم ای شما چی میکنید؟ اما اجازه از این کار ندارین. رسیدیم دویگاه خواهرم اینجاست. اما آخر رستوران تیاره ای داشت. نمیفهمم. من همراه ملا صاحب در اینجا آمده بودم. اونا در اینجا چی میکنن؟ نمیفهم دویگاه خواهر. ودت بیادر ما را همینجا خواسته بود. حتی گفته بود که اینجا آمدن داره اما رفتن نه. من همراه ملا صاحب آمدم و رفتم. کی را کار دارین؟ آقا پیلوت کجاست؟ در اینجا نیست. میفهمم که نیست. درباره او از کی پرسان کرده میتونم؟ منتظر باشین. ایزگی برو در موتر منتظر باش. حالا؟ آقا علی به شفاخانه رفته. با خاطر چی رفته؟ با دیدن معلومات ثبت شده. معلومات ما پاک کرده بودیم اما سی پی آی کامپیوتر را با خود گرفته رفته. او حتما کار میکنه که معلومات به دست بیاره. همین که سرنخ پیدا کنه مارام نخواد ماند. پیش از او باید ما یک کار کنیم. باور داشتن کسی که میریم زیاد آدم متفاوت است. استعدادهای متفاوتی داره. منظورت از متفاوت چی از بیادر؟ اگر دقت نکنین
بعد از این نفس کشیدن نمیتونین به میمون است. ببینین بار دیگه تکرار میکنم، اصلا اسلحه استفاده نمیکنین. ما او آدم زنده کار دارم. بیادر، یک خانم محترم آمده شما را پرسان میکنه. گفتی خانم محترم؟ خیرت باشه خانم دویکو. گفتن آقا پیلوت اختطاف شده. ای گپ راست است؟ از کجا خبر شدین؟ اگه بفهمین که من از کجا خبر شدم باز جوابتان تغییر میکنه؟ نه، بعضی کارا شده، اما به خاطر او آدمایی است که سر دواخانه حمله کرده بودن؟ یعنی اونا سرش کدام بلا آوردن؟ نه خیر، با اونا هیچ ربطی نداره خانم دویکو. از کجا میفهمین؟ ما رفته از اونا پرسان کردیم. اگه اونا نیستن خیلی کار کی بوده میتونه؟ لطفاً ده ای باره به من راست گفته میتونین؟ گفته میتونیم که با یک مدتی دیده نخواهد شد، اما زود پس میه. وقت باز خودش براتون میگه. فهمیدی؟ خانم دویکو، استاد علی را امروز کدام دفعه دیدین؟ بله، در قبرستان دیدمش. حالی کجاست؟ نمیفهمم. به خاطر چی پرسان کردین؟ هیچ همونطور. روز بخیر. وداد بیادر. اکرم بیادر دم اینجاست. حالا که آمدیم گفتیم کرامبول بزنیم. برو دیگه بیادر، برو. ایزگی میفهمیده اینجا تخته کرامبول است. قبلا اینجا آمده بودم اما بازی نکرده بودم. دگو خواهر، پیلوتا چی شده؟ فهمیده تو نیستی؟ کلاگی کور شدن، کسی ندیدش. دگو خواهرم قدر خوب بگو که خوب است یا نه لطفاً. اوف خدا، تو دیگه چرا پشت ما افتادی؟ حالا بریم دیگه. حالا؟ تو اینجا بودی؟ راستش بله، ما به تشویشت شدم. او قسم یک دفعه کجا رفتی؟ بعضی چیزا بود که باید میفهمیدم سیفدا. علی، تو زیاد خسته شدی، یک بار خانه برو کم استراحت کن. کار عاجل دارم، هیچ جایی رفتن نمیتونم. خب این چیز عاجل تو فعلا چی است؟ سیفدا کار دارم. یعنی حتما میخوای سرت در بلا بتی همونطور است؟ سیفدا، بلا هم یالد مقابلت استاد است و درست به می خاطر باید تو از اینجا بری. فهمیدی؟ نه خیر محترم، نفهمیدم. ما چه قسم معرفی شده بودیم بیاد داری؟ در اصل من بالای تو مثل بلا نازل شدم. حالا اگه مشکل هر چیزی هم باشه در کنارت می باشم. آتش سوزی چی گپا شده؟ مچم تو گپای منم میشنوی یا نه؟ من باید برم. کجا میری؟ دواری بیادرم است. نمیخوای چیزی بگویی علی؟ دو آتش سوزی که بیادرم مرده یک کارمنده دگامون همراهش بوده. او یک کم سوخته، اما بعداً هر قسمه که شده معلومات ثبت شده او مرد سوخته هم از بین رفته. بعدش هم به کدام شفاخانه دیگه انتقال داده شده. من باید برم رو پیدا کنم. ما امرت میرم. نمیشه. آی علی، به خاطر زیاد به تشویش میباشم. سیفدا، آخرین انسانی که باید به تشویش باشه او ما هستم. مطمئن باش.
ما چرا در اینجا استاد شدیم خواهر؟ موتر خراب شده دویگو خواهر. خراب نشده کار میکنه موتر چالان شد. از یک گلی از اونجا تیر میشه مطمئن خواستی نه؟ دیگر راهی به خانهش نداره، مجبور است زمین را تیر شود. خوب است. وقتی نزدیک شود نفرای ما زنگ زده خبر میدن. این دعوا را باید تا آخر حل کرده باز بریم. آفرین آفرین. پرکیف نواختی، واقعا بسیار مقبول نواختی. خوش و خندان باشه جانم. بسیار تشکر. ما سینان هستم. مام زینب. از دیدنتان خوش شدم. تو ای پارچه که نواختم بلد هستی؟ حتما از یوریونا ملوا شنیده باشی، اما تو نیست؟ به نظرم از امو خاطر خوشت آمد. بله البته بسیار مزدار نواختی. به کنسرت آی ایرانی رفته بودی؟ آی وقت من موسیقی باچ و ملوا را مشنوم احتمالا میشه فقط که آب آبشار پایان میایه. برای ما مامتا او مرد بسیار خوبش می نوازه. وقت می نوازه باور که زنگای دلتا می کنم. چرا خنده میکنی؟ باور که زیاد مقبول خنده میکنی، اما او مرد نیست، زن است. او ویکتوریا یوریونا ملوا. تو ویکتوریا را میگی نه؟ اما بخشی ما او را کت دیگه کس اشتباه گرفتم. چی دست؟ کتکی؟ تو نامش بگو. نامش در دلم هست و در زبانم نه. بگو. روس میگی؟ روس. طبعا همو روس. گپ وایلن که باشه روسا اول نمره هستن. چه خوب یک خنده مقبوله میکنی. کسی ای گپ تاله برات گفته؟ کمه پیشتر خودت گفتی.
زینب جان ما آمدیم. اهل دخترم. مریم جان واقعا که با وقت آمدی. ما دیگه میرم. روز خوش. دکتر یالچین گزل به مدیریت منتظرتان است. نفس کشیده نمیتونه. شوک برقی رو ماده کنه. ضربان قلبش نمیزنه. دکتر صاحب چی شدش؟ نبضش پیدا نمیشه. لطفاً میشه بیرون برین؟ مریض از دست میتیم. دقیقاً 20 دقیقه پیش حالتش کاملا خوب بود. معایناتش هم نرمال بود. گزارشت فایر گرفته تانستی؟ دو راپور متفاوت آماده شده اما از منابع معتبر. خب چی گفته شده؟ کارمند را که در شبخانه دیدید اثرش روی آتش سوزی در روی قسم سوختگی پیدا شده. او جسد را که به تو دادم در داخل آتش سوزی فابریکا باید از بین میرفت. جسدش نمیمون بلکه خاکسترش میمون. سعید زنده باشی. شما بیشرفا کی هستین؟ نازم مرد آقا. کتالی گپ نزده. نه بسیار زود مرد. دوام نکرد. خدا داد. دو بیل گرفته به قبرستان بیا. سیفدا خواهر در اینجا کدام بیل دیدی؟ بیلی چی؟ کتی بیل چی میکنی خود؟ ملا صاحب کار داره. خواسته اسم خودم پیدا میکنم. خدا داد. ملا صاحب کجا را چقری بکنم؟ تو ده اینجا چی میکنی سفدا؟ ده اصل خودت اینجا چی میکنی علی؟ حالا خدا داد. یک دقیقه کتی بیلا شما چی میکنین؟ نه که دیوانه شده ای بیلا رو در جایش بانین. سفدا لطفا اجازه بده. نه نکن لطفا. بیبی تو بهوش نیستی. ما بهوش هستم سفدا لطفا. علی گوش کن 2 دقیقه گپ من گوش کن لطفا. روزای بسیار سختی را تیر میکنی میفهمم اما لطفا از اینجا بریم لطفا. امکان داره بیادرم زنده باشه. چی؟ چطور امکان داره زنده باشه؟ ما هم دمین باره تحقیق میکنم. حالا دیگه
ملا صاحب شما برین، ما قبر پت میکنم. یک چیز پرسان کنم، واقعا چرا تو فکر میکنی که امکان داره بیادر زنده باشه؟ به خاطر که اگه روز بیادرم دو آتش سوزی اونجا می بود، از او فقط خاکسترش میمونه جسدش. خب خوب است دیگه، اما کی به خاطر چی باید تو یک کار کنه؟ خود فهمیدیم. خود سعیست در این صورت حال کجا میریم؟ من خود گفتم تو خانیت میری. نه دیگه، هر جایی که بریم هم همونجا میرم. فهمیدی؟ چی؟ اگه میخوایی امتحان کو ببین مانیم شده میتونی یا نی؟ خیرت باشه صمیم. به خاطر آمدی که بفهمی از عمرت چقدر باقی مانده. عمر ما دا شرکت تو بیمه کردیم آقا کرد. حال دیگه وقتی که سر ما دا بالشت میمونم از اینه میترسم که تا صبح زنده میمونم یا نمیمونم. میشنوم. میخوایی چی بگویی؟ پیلوت یک بچه جوان، یک دیوانه جنگی، یکی از چالاکترین بچه‌های روی زمین است. کدام نفر او را اختطاف کرده قصد نابودیش داره؟ همه تو یک چیز است. گفتی اختطافش کردن؟ در لیست گم شده ها رفته. خب تو چی میخوایی؟ میخواستم بگویم تو کدام چیزی را میفهمی؟ که تو بچه چی کار داری صمیم؟ او دوست اویگار است. بیادرزادیم خواهش کرد مام دلم سوخت. شما کاکا و بیادرزاده در جای اشتباه کشتی خودم میرانین. او توفان و بادها با شما سخت تمام میشه. کشتیتان غرق خواهد شد. بیا از اون مام، به خاطر که کشتیم غرق نشه همی که شنیدم پیش خودت آمدم آقا کرد. جهات ما طرف توفان تو تنظیم میشه. این نتایج چه وقت میایه؟ تا صبح میایه. اگه میخوایی تو برو خانه خوکو. از روز جنازه تا حال زیاد خسته شدی. امی که نتایج آمد من برات خبر میتم. نمیشه. بیازو اندازه کافی تو را به زحمت ساختیم، اما ایره فقط از کسی که سرش اعتماد داشتم خواستم میتونستم. زحمت چی؟ هیچ شک نداشته باش اون نفره که نتایج میاره یک آدم بسیار خوب است. اما من این حالت که میبینم جگر خون میشم. به نظرم راست میگه. دیشبام هیچ خو نکدی. به نظرم خانه برو کم استراحت کن. نمیشه.
علی را از بسیار وقت است که میشناسی دویگو؟ بله، بسیار زیاد، از خود شام کده زیادتر. بسیار وقت میشه میشناسمش. از خودشم؟ راستش تو یک آدم پر درد و راز داره، فقط وقت خودش خواسته باشه شناخته میتونی. و مطمئن نیستم که خودشی را خواسته باشه. علی سر تو زیاد اعتماد داره نی؟ اما به نظرم این فقط کفایت نمیکنه. ایرم میفهمم که نسبت به او چی حسی داری. ای به تو هیچ ربط نداره. بله، حق با تو هست. دیگه ای که درباره مگه پای حق ناق زده فکر او رو مخشوش نساز. وقتی نامی عاشقانه نوشته میکردی فکر نکردی که شاید فکرش خراب شوه؟ نه، من نگرفتی. اما میخوایم برات یک مشوره بتم. وقتی میخوای نامی عاشقانه به کسی بیتی باید زیاد احتیاط کنی. او قسم در دکان در جایی که کلگی میتونن ببینن نباید بونی. دایی باره بدن کتت گپ خواد زدم. درست است؟ بله کاکا. آیگار بچیم، او موضوع پیلوت دیگه هیچ وقت واز نمیکنی. چی شده؟ کدام چیزی فهمیدی؟ چیزی را فهمیدم که نباید میفهمیدم. پیلوت دیگه نامش در دفتر مهر لاک شده. هیچ کس در او دفتر حق نداره یک کلمه هم نوشته کنه. تو هم قسم یک نفر فراموش کن. درست است کاکا. هر قسمی که تو بخوایی همو میکنم. او پیلوت بیچاره را در دام مرگ انداختن سار. کی؟ به خاطر که نامش در زبان نورد و نگفت. حتما آقا کرد است. بیادر، ودت باید از این کار خبر شوه. چرا خبر شوه؟ ما دیگه کار ودت خراب نمی کنیم. او پشت شکار یک ماهی کلان افتیده. علی نتایج آمد. علی کسی که مرده بیادرت نیست. بیبی معاینات مطابقت نکرده، کسی که مرده بیادرت نیست. هر قدر تشکری کنم بازم کم است.
بیادرت زنده است. از دیگه چیز مهم چی بوده میتونه؟ پس مشکل چیست؟ مشکلی است که کسی ای را میخواه که علی فکر کنه هم بیادرش بر همیشه مرده. کی کار کده میتونه؟ او بیشرفه که میفهمم بیادرم حال زنده است. پیلوتا تا چی وقت اینجا میمونیم آقا؟ تا وقت که کارا خلاص شود. صحیح آقا. امنیت مرام صحیح بگیره. نمیخوایم کدام مشکل پیش شود. دروازه رو باز کنه. تو کجاستی دخترم؟ ما از صبح تا حالا در دواخانه هستم. راستی باش به یادت بیارم فاکولته فارمسی را ما خلاص نکردیم، تو خلاص کردی؟ مادر به خاطر یک دوستم بته بعدلی آمدیم. اگه مهم نیست. او کدام دوستت است؟ او وقت آمدم در ایباره گپ میزنیم. دختر جان، او کدام دوستت است برام بگو. گوش کو، اگه به ما دروغ بگی باز قار میکنم. به خاطر علی آمدیم. صحیح شد؟ به خاطر علی. اویگار آفرین دخترم. آفرین جانم. اما قسم تو ادامه بده. های ببین بیادر او آدم تازه دفن کردن. دو حال دت بعدلی دیگه چی کار داری دخترم بگو. مادر، او کسی که مرده بیادر علی نبوده. تو با بسم الله چطور؟ او وقت آمدم باز قسم میکنم. فعلا خدافظ. گلش همه قدر بود. کجا بود دویگو؟ دت بعدلی. دت بعدلی؟ ده اونجا چی میکنه؟ ای کدام رابطه با قضیه قاپیلوت نداشته باشه؟ های نه جانم، دانه تا بخیر واسکو. دت بعدلی که تا قاپیلوت چی کار داشته میتونه تو با؟ ما دیگه چی میفهمم. یک زنگ بزن که چی وقت میآیه. بیا زو زنگ زدم، کم پیشتر گپ زدیم، گفت میایم. باز قسم میکنه. علی ها؟ های ده فکر ما چی میای ببین. آقا پیلوتا علی اختطاف نکرده باشه علی هان. چت یاد نگو میرال بلیاز خدا. آی او مرده، باز گپ تو را بیبی. ها، او شخصی که مرده بیادر میاد درش نبود. چطور؟ کی گپا گفته؟ دیوگو گفت. حتما کدام اشتباه شده. میرال ده قسم کارا اشتباه میشه. شده دیگه علی هان جان شده. استاد علی گفته از خوشی در کالا جای نمیشین. نه هر کاری که او آدم میکنه اشتباه میباشه. ای که کتکی ها چی پلانا داره دیگهش خودت فکر کو. دست بشوریم پس شوین. نمیخوایم درگیر شو. صبر کو، کجا میری احمد؟ شما بره. ازی که از تشکیلات دور شدی با تو فایده نکد علی. کل ادب و اصول فراموش کردی. اینجا به خاطر این آمدیم که چیزای فراموش شده را به یادم بیاری. به خاطر این آمدیم چیزایی را که فراموش کردی را به یادت بیارم. دوباره چی میخوایی گپ بزنی؟ او جسد را که به نام بیادرم برم دادی، او جسد بیادرم نبود. یعنی چی؟ حال مجبور استی را خودت برم بگویی. از کجا میفهمی که او از بیادرت نبود علی؟ از جسده که در قبر بود یک نمونه گرفتم، اما با من هیچ مطابقتی نداشت. علی به ما کم وقت بده ای کار حل میکنم. حتما کدام اشتباه شده، اما در تشکیلات ما قسم چیز نمیشه. یام در بین ما کدام خائن داخل شده.
میخواه که ما را به جان هم بندازه. اگه کدام اشتباهی شده باشه با فامو برای ما خبر بده. اگه کدام خاینده به این باشه پیدایش کده به ما تسلیمش کن. ببین او خاینده حق ما کاری کده نمیتونه، بلکه ده حق حسرت بیادرم کلان خیانت کرده. او را بی جزا نمیمونه. بله جانم. بله توکچه خانه هستی؟ میخوایم بیایم. نه من بیرون هستم، کار دارم اما میایم. تو کلی داشتی اما تو نیست؟ ها کلی داشتم، درست از پس من خانه میرم، باز میبینیم. سعیز جانم. مادر روی تا چی شده؟ قسمت بعدی نیکو تو را زده؟ سیفدا نزدیک نشو، از اینجا برو. سیفدا بازی نمیخورم.